ضعیف لامصب باز فیلتر شد این گیم. خدایا الان من با چه روی برم داخل فری وقتی فیلتر اون نمیتونم بازیش کنم کامل باز بشه. اصلا برام مهم نیست، تو کامل باز میشی ولی نمیتونم هیچ مپی بازی کنم. هیچ بتل رویال شده همون زمان جنگ. سلام بچه ها، من هچات هستم و خیلی خوش اومد به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره یه نکته بهتون بگم و یه آموزش بذارم براتون که با یه وی پی ان خفن با پینگ بستگی به اینترنتتون داره. اگر اینترنتتون 4G باشه که پینگ بین 90 تا 110 میده. اگه نتتون خیلی ضعیف باشه نگاه نوشته connecting to server رو نمیدونم چی، دست فکرم برشونم دیدم تو خودم. خب میگه نت شما ضعیفه. خب اوکی، ما در میایم میبندیم میایم بیرون، گوگل فروشگاهمون رو باز میکنیم. آره گوگل فروشگاه سرچ میکنیم روزا وی پی ان. آخاروق مشتی عکس یه چیز نمیدونم چیه، عکسش همینه. منم یه نظر خفن بدم بنویسم مخصوص فری پلیرها، مخصوص فری پلیر ها. بعد فرق نمیکنه با چه نتی میرین، نتتون استارلینک یا نتتون همراه اول، رایتل، ایرانسل دیگه باید قوی باشه. دانلودش که کردی باز شود و میزنی میچرخه. حالا دیگه بستگی به اینترنت داره. اینترنت من مثلا الان نسبتا خوبه، بد نیست. آره یعنی مثلا در حد اینه که کار میکنه، خدا رو شکر. این داشت گلمونم باز بشه. اگر یاری کنه طول میکشه ها، در نیایید، فکر نکنید از اینترنتتونه. اگر از اینترنتتون مطمئن هستید نگاه صبر میکنید، بعد براتون کلی مثلا چی اسمش چیه، این چی بهش میگن، تبلیغ میاره. بعد سرور خودش رو آلمانه. به نظر من رو آلمان بذارید چون واقعا سرورش خوبه. حالا براتون تبلیغات مزخرفی میاره. حالا هر تبلیغی که فکرشو بکنی داره داخلش، چه بازی، چه یوتیوب، چه غیر یوتیوب، چه سایت، چه غیر سایت. وسطی رو میزنید، بعد دوباره یه دونه میاره. اینجا دوباره بستن ها با آرامش باید همه این مراحل رو طی کنی. الان این میچرخه، تمام. الان دیگه وصل شد. الان دیگه تو برو هر جا دلت میخواد. الان نگاه فریو باز میکنم برات. اینجا فریو برات باز میکنم. میریم داخل فری مشتی جان دیگه. حالا مثلا اینترنت من الان نگاه ضعیفه، یه ذره در حد متوسطه، بد نیست. برید عشق کنید. اوکی تا بیاره. خب نگاه اینجا میپرسه چیز ریجکت آل، بعد وارد چیز میشین. حالا هر کدوم زنی فرقی نمیکنه، وارد اکانتتون میشین و میاره بالا، میاره بالا دیگه. خب الان نگاه رنک مود ما چی باز است. برای اینکه باور بکنید یه ترینینگ استارت کرده های و یه وودپکراه با یه امپیچل میکشم ماه مشتی. خب بیح 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 بیح. اوه آقا اصلا من از اینا میگیرم یه وودپکر. الان نت من ضعیفه بچه ها، فکر نکن وی پی ان ضعیفه، نت من ضعیفه وگرنه مهم اینه که میخوره دی ان اس و اینا هم فراش یه دارم بریم داخل یه دوتا تیر بزنیم و نمیار درگاه. میبینید که بندمنی هم ندارم بچه ها، اینا رو بردنه. شت
بچه اینجا میره ها رو بردن توف باش. ولی خب مارکت داداش امیر رو ویدیوی الان اگر ویدیومو میبینی بعد غلط کردم بعد کردی نمیری الان کیل خودی مشتی داشت برات فینیشش کردم بذار من میام بالا بچه ها 4 تا یخ دارم من بره استاپ کن بچه 4 تا یخ دارم هادی 4 تا چقدر عنکبوت بابا نزن خب نزن داداش نزن بابا چرا بچه ها یخان 5 تا شدن نگاه من هر کیلی که میزنم یه یخ بهم میده بذار یکی بیاد الان مثلا این داداش خود نزن یه دقیقه من بازیم باگی کسی اینجا نیست درک کنه بابا داخل ویدیو خوبه بابا با خدا اینجا برای من دیگه واقعا داره نگاه الان دو تا یخ دارم چرا قبلش 5 تا یخ کرد what the hell داداش چرا من اصلا تو رو نخوندم خب بچه ها یه حرکت اولد پلیری مشتی باری آره یه بک قشنگ هم میزنیم خب حالا گفتم یه نکته میخوام بهتون بگم اون نکته اینه من با 19,648 تا جم پرایمم از 4 اومده 3 اوکی مثلا پرایم 4 ای دنسر رو میده که من الان همونطور که میبینین ای دنسر رو در اینجا دارم بله ولی چی میزنه پرایم 3 یعنی باگلی کامل یعنی اینجا میزنه ها بچه ها باگ اینا اومدن بالا سرم این در واقع برای پرایم 4 باز میشه این پرایم 4 اینم که اینا رو میده من که پروفایل دارم بعد حالا چیکار میکنین نوشته جم بزنید یعنی مثلا شما 110 تا جم بزنین تا پاپ کنین 110 تا جم اوکیه بعد اینجا هم یه اسکواد بسازین بچه الان من داخل اسکواد کیم 23 ساعت داخل اسکوادشم اگه 110 تا جم بزنم خب به نفع این میشه من در میام از اسکوادش اوکی خب اسکواد لیست میزنیم ریکوست نمیدونم چی بچه یعنی کلا همه اسکواد ها همینن خودمون یکی میسازیم پابلیک رو برمیداریم اینجا یکی ساختیم 110 تا جم میزنیم و بعدش یکی از رفیقامون رو میاریم اینو میگیریم دوباره اون 110 تا جم میزنیم 100 تا جم میگیریم و بله تکنولوژی اما مال مغز منه و دیگه همین بود ویدیو و امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشین تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ